سلام دوستان عزیز، جوجه جدید. این جوجه و یه روزگی داشتم، الان دیگه حدود یه هفته هم دارمش. نمی‌کنی پری بالش هم دیگه در اومده. این جوجه هم خروس از شانتمون در اومد. معمولا رنگا میگم خروس همشون، البته یعنی خروس هم دیگه در همه پراش هم سفید میشه. اینجاش هم پراش در اومده. دیگه داره یواشاش جنگیدن و جنگ هم شروع میکنه. حالا بریم سراغ بقیه جوجا. این جوجای بزرگتر هستن که دارن گل بازی میکنه. اینجوری گردن داختی مونه. این جوجا مونه. ایه که داره دنبش کوچیک میشه، داره چنگمونم داره مرغ در میاد حدودا، ولی تاجش هنو بلنده خالی اینجاش هم در اومده و برای گرمی داره بزرگتر میشه. این هم مرغمون خانم مرغ. خدا این جوجو که رفتن، این سه تا جوجو باید میگفتم اینا کلکنا. سه تاشونم اوخه نر در اومد و مرغ شاخداری، دوتا خروس در اومده. سه تاشونم ای کاره کثیف می‌هستن، میرن بالای کارتونا همشه میریزن زمین، بعد فرار میکنن میان داخل دونه قایم میشن. سالا دارن خرابکاری میکنن، دارن آب و دونه مرغ رو همش میخورن. یا که یکم بدبخت برای دونه مرغی که من چی ریخته بودم دارن همش میخورن. مثلا اینا برای خودشون اینا کاسه غذاهاشون پره ها، دارن چی مرغ رو میخورن. اوجوجا هم خیلی دیسپیک میکنه چون هنو کوچیکه ها. همین دیگه هم تا درود، خدا حافظ دیگه. خدا حافظ.